میگویند من میتوانم با خواهر همسرم خانه‌دار شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، خواهر همسر همان وقت نکاحش حلال و درست می شود که اگر شما از خواهرش جدا شده باشید یا اینکه خواهرش وفات کرده باشد. یعنی همسری شما اگر وفات کند و یا شما از آن جدا شوید، سپس می توانید خواهر او را نکاح کنید و به نکاح خود درآورید. و در یک نکاح دو خواهر را جمع کردن در شریعت اسلامی حرام است. الله سبحانه و تعالی در ضمن آن 15 نوع زنهایی که نکاحش برای مسلمان ها نادرست است بیان کرده، گفت که و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. و این چنین برای شما حرام گردانیده شد اینکه دو خواهر را در یک نکاح جمع کنید، برای آنکه طبیعی است که کنداش ها همدیگر را بد میبینند و نسبت همدیگر دشمنی دارند و شریعت به نیکی کردن به خویشاوندی امر کرده است و از کندن علاقه خویشاوندی منع کرده است. وقتی که شما دو خواهر را در یک نکاح جمع میکنید، در اینجا ضرر پیدا می شود، آنها همدیگر را بد میبینند که مخالفی مقصد شریعت هست. خلاصه الله سبحانه و تعالی جمع کردن دو خواهر را در زیر یک نکاح حرام گردانید. شما فقط همان وقت میتوانید که اگر از همسرتان جدا شوید یا از دنیا وفات کند، بعد میتوانید خواهرش را. و کسی که اگر با همسرش در نکاح باشد و باز پنهانی خواهر همسرش را اگر نکاح کند، و این نکاح لا ینعقد، و این نکاح حساب نمی شود و زنا حساب می شود. والله اعلم.